الله ما رو به خود رها نکن. الله در این بحبوحه آخر الزمان الله تو دستگیری کن، تو فریاد رسی کن. الله ما به این نبی جفا کردیم. الله کاش میتونستیم ابو دجانه باشیم و خود رو سپر کنیم در مقابل نبی، تیر بخوریم و نگران باشیم که نبی کاری نشه. کاش کنار نبی مثل سعد تیر میزدیم و نبی میگفت یا سعد فداک امی و ابی. کاش میتونستیم یا الله کاری بکنیم. الله دلهای ما پر درد. الله به نبی ما داره توهین میشه. الله بده به ما سلطان صلاح الدین ایوبی مولا، بده به ما خالد ابن ولید. الله بده به ما غیور مردانی که 2 مرتبه عزت و مجد از دست رفته رو به ما برگردونن. الله تو با این توهین هایی که به ساحت مقدس نبی میشه شوکی بر جامعه ما وارد کردی و جامعه در حال احتضار و مردن ما رو 2 مرتبه زنده کردی. الله همه امت یا الله تکان خورد، همه امت تکان خورد، همه امت تکان خوردن که چه کار داره میشه. چه کار داره میشه. الله این بیداری رو مستدام و پایدار کن یا الله. جوانان ما رو بیدار کن یا الله و به اونها بفهمان که یا الله چه داره میشه و چه اتفاق میفته. یا الله طوری به ما توفیق بده زندگی کنیم که اگر در میدان محشر با مصطفی روبرو شدیم یا الله شرمنده نباشیم. طوری به ما توفیق بده زندگی کنیم که در میدان محشر شرمنده مصطفی نباشیم. شرمنده مصطفی نباشیم. الله اون روزی که حمزه میاد با قلب و جگر تکه تکه شده، حسین میاد با سر بریده، جعفر میاد با دستان بریده و همه میان میگن یا رسول الله اینا فدای دین تو شد، فدای گفته های تو شد. الله چه بیاریم اون روز پیش مصطفی، چه نشون بدیم به مصطفی، با چی بگیم مصطفی منم شفاعت کن، منم شفاعت کن.